بچه‌ها میرسیم به مهمترین قسمت که در واقع انگار یه جورای آناتومی انگار از اینجا شروع میشه، چون دیگه کاملا با مهره‌های گردن کار داریم. بعد از اون طرف میرسیم به اسکلت حالا پاها، ولی دیگه از اینجا به بعد آناتومی شروع میشه. اطلس یکی از مهمترین مهره‌های گردنیه که باعث میشه که ما اصلا بتونیم، حالا هم ما هم حیوانات، بتونیم سرمون رو تکون بدیم به سمت بالا، پایین، چپ و یا راست ببریم. و اینکه این مهره برخلاف سایر مهره‌ها یه جسم مهره‌ای واقعی نداره و اینکه خب یعنی اصولاً وصل میشه و مثل بقیه مهره‌ها جسم مهره‌ای واقعی نداره. اطلس مهره اول گردنیه و به مهره دوم گردنی یعنی آکسیس متصله و با کمک این اتصال امکان حرکت گردنی رو به حالا انسان ها و حیوان ها میده. آکسیس رو براتون کامل توضیح میدم چون خود آکسیس هم خیلی مهمه و توضیح دادن اون کاملا انگار از بحث اطلس دور میشیم و چون الان میخوام اطلس رو توضیح بدم نمیتونم همزمان اونم براتون توضیح بدم، اما فقط در این حد بدونین که آکسیس یکی از مهره‌های مهم در ستون فقرات مهره‌دارانه، به ویژه پستانداران. این مهره دوم در ناحیه گردن قرار داره و به مهره اول که اطلس هستش متصل میشه و حالا در واقع به اون کمک میکنه برای کار کردنش. مهره اطلس در نزدیکی جمجمه قرار داره و به وسیله مفاصل خاصی با استخوان پس سری یعنی اوسیپیتیال متصل میشه. و اینکه بچه‌ها چرا بهتون میگم که اطلس خیلی مهره مهمیه؟ به خاطر اینکه به دلیل نقش حمایتی که از سر و حرکت گردن داره، اولا که خیلی مهمه و اینکه هر گونه آسیب یا مشکلی تو این مهره به وجود بیاد باعث دردهای گردنی میشه، مشکلات عصبی به وجود میاره، محدودیت حرکتی برای حیوانات به وجود میاره و اینکه خب دامپزشکا باید خیلی یعنی روی آناتومی و مخصوصا مهره‌های گردنی و مخصوصا اطلس مسلط باشن، به خاطر اینکه اگه اطلس آسیب ببینه حالا توی هر جراحی دیگه برای اون حیوان نمیشه کاری کرد، به خاطر اینکه خب اون مهره گردنی اصلی ترین مهره گردنیش که باعث میشه تمام حرکاتشو انجام بده از بین داره میره و خب نمیشه براش کاری کرد، پس باید روی اطلس خیلی مسلط باشه. من از روی جزوه خودمون براتون شکل اطلس رو بر اساس شماره هاش بهتون توضیح میدم که کاملا متوجه بشین. حالا مطمئنا شما سر کلاس آناتومی لابراتوار یعنی آناتومی تشریحیتون میرین و اینکه از نزدیک اونا رو میبینین و کامل درک میکنین، ولی الان از روی شکل هم ببینین که بیشتر متوجه بشین. شماره 1 توبرکولوم دورسال. توبرکولوم یعنی برجستگی کلن و اینکه توبرکولوم دورسال یعنی برجستگی. شماره 1 توبرکولوم دورسال. خب بچه‌ها ببخشید، توبرکولوم دورسال، توبرکولوم کلن یعنی برجستگی، توبرکولوم دورسال یعنی برجستگیش پشتی. من الان با شماره 1 هم بهتون نشون میدم کامل متوجه بشید. ببینید شماره 1 اینجاست، این شماره 1. توبرکولوم ونترال برجستگی شکمی که شماره 2 میشه. توبرکولوم ونترال که برجستگی شکمی میشه شماره 2 یعنی این قسمت.
از اون طرف فوبا آرتیکولاریس کرانیالیس که میشه حفره مفصلی جلو. فوبا یعنی حفره، فوسا یعنی سوراخ و فوبا آرتیکولاریس کرانیالیس یعنی حفره مفصلی جلو که شماره 3 این قسمت میشه. بچه من رنگ رو عوض میکنم. این قسمت شماره 3 میشه. فوبا آرتیکولاریس فوبا آرتیکولاریس کادیالیس که میشه حفره مفصلی پشت و این قسمته. این شماره 4. شماره 5 فوبا دنتیس یعنی حفره دندان مانند یا حفره دندان. چون که شماره 4 یه ذره بزرگ شد من الان مجبورم پاک کنم و شماره 5 این قسمت قرار داره. شماره 6 پراک ترانسورسوس یا آلا آتلانتیس. پراک کلا یا که مخفف کلمه پراکسوسه یعنی زائده. پراک ترانسورسوس یعنی زائده ارضی. آلا آتلانتیس بال اطلس. حالا هر کدوم که راحت تر بودین برای چون اینا رو باید حفظ کنین ذاتن برای حفظ کردن همونو باید حفظ کنینش. ببین شماره 6 دقیقا اینجا میشه که من براتون با قرمز کشیدم. بعدی میشه فوسا آتلانتیس یعنی حفره اطلس. گفتم فوسا یعنی یا حفره میشه یا سوراخ میشه. فوسا آتلانتیس یعنی حفره اطلس که این قسمت محسوب میشه اینجا. فور ترانسورسیوم یا روم بولونماز. حالا روم بولونماز یعنی ترکیشه ولی فور ترانسورسیوم یعنی سوراخ ارضی که این قسمت در نشخوار کنندگان وجود نداره. نشخوار کنندگان هم که بچه ها میدونید دیگه مثل گاو وجود نداره. و اینکه من شما الان براتون نشون میدم که این قسمت میشه. فور آلاره یا سوراخ بالی. فور مخفف کلمه سوراخ در واقع یا همون حفره یا هم مخفف کلمه فورامن که میشه سوراخه و فور آلاره میشه سوراخ بالی که دقیقا همین قسمت میشه. اینا رو حالا بچه این قسمت ها رو شما درسته توی شکل میبینین ولی توی کلاس آناتومی لابراتوارتون خیلی بهتر درک میکنین. ولی اگه یه پیش زمینه اینجوری داشته باشین از شکل خیلی براتون بهتره. بعدی فور ورتبرال لاترال که سوراخ جانبی مهره است و این قسمت محسوب میشه. بچه ها نگاه کنین شاید بگین که الان با 9 که خب فرقی نداره. فور آلاره سوراخ بالی که شماره 9 هستش فقط داره قسمت سوراخ رو بهتون نشون میده. خب ولی قسمت فور ورتبرال لاتاره قشنگ داخل سوراخ و منظورشه و به بیرونش اصلا کاری نداره. و یه سری توضیحات که حالا مثلا اینک یا اینکروسا آلاریس که شکاف اینکیسورا منظورش شکافه. آلاریس هم که خب تقریبا بال یا بالید معنی میشه شکاف بالی و اینکه توی گوشخواران و خرگوش ها وجود داره. حالا یه چیزی هم هست که میگه آتین آتلسیندا پروکسوس ترانسورسولار ونترال دورو بوکول مش فوسا آتلانتیس چوک درندیر یعنی معنیش میشه که در از زواید ارضی اطلس به سمت شکمی خمیده میشن و حفره اطلس بسیار عمیقه توی عصب‌ها
Rumin ta atlasın proxus transversuslar horizontal durumdadır. Foraman transversumon bulunmaz. یعنی در نشخوار کنندگان زواید ارضی افقیه و سوراخ ارضی وجود نداره. بچه‌ها توی نشخوار کنندگان و حالا اسب و اینجورا یه سری تفاوت‌های جزئی وجود داره، ولی خب تفاوتی هم هستش که باید حواستون باشه دیگه، چون میتونه کامل مهره رو یعنی قشنگ عوض کنه.